عطسه زد ابر، گل از خواب زمستان برخاست. جام بر دست زیجا ساقی مستان برخاست. ریسمان رنگ زد و دوخت چکن بر تنی دشت. چی هنرها که از این دختری باران برخاست. چیست این سبزه نوخیز سما از شوخی؟ ریخت آبی که به تن موی بیابان برخاست. هست آینه فرهنگ خراسان نوروز، دهر از جا به تماشای خراسان برخاست. نوروز با نکهت و نفاست، پیامی رنگین و جلوه ناتکرارش به دیار کهن بنیاد ما صفای و نصرت آورده از فرارسی سال پرفیض و بابرکت درک می دهد. از این رو خلق تاجیک این عید عزیز و معتبر و مقدس نیاگان را با خورسندی و ارجگذاری به اندازه تجلیل نموده بهترین آرزو و آرمانهای خود را با نوروز خجسته پیوند می دانند. بزرگی و حشمت و زیبایی نوروز در آن است که آن را در هر یک خاندان، ده و روستاها ساکنان با دلی پر از هوس‌ها شکرگزاری از صلح و ثبات کشور و افتخار از وطن و وطنداری استقبال می‌گیرند. گستردن خوان نوروزی، پختن سمنک، آماده نمودن هر گونه خورش و خوراک‌های ملی، محصولات نانی و قنادی کدبانوان ماهر، رسم و آیین‌های محسوب می‌یابد که از نیاگان به ما میراث مانده‌اند. یکی از خوراک‌های ملی مردم ما این گندم کوک می باشد که در دیگر شهرهای گندم کوچک هم میگن، دالده هم میگن. ما در این جشن نوروزی پیش از همه خوراک ملی ما یعنی گندم کوک است که ما حاضر در نزد ما تیار کرده ایستادیم. پیش از همه گندم را کوفته تیار میکنیم در اورک ها. وقتی که گندم ما به جوشیدن که مایل شد، ما بعد علف های کوهی را گرفته در گندم کوک مان میاندازیم که با مزه می شود. این بهترین خوراکی است که مردم خراسان ما استفاده میبرد در فصل بهار، خصوصا در روز نوروزی بین المللی. ما اینها را از بیبی و مادرامون آموختیم. امروز ما میخوایم که به همین دخترامون نبیره هامون یاد دهیم که همین خوراک ملی ما فراموش نشود. آنها همیشه در خاطر دارند که ما مردم خوراک ملی تاجیکی داریم. یکی از خوراک‌های ملی ما که چنگالی می باشد در اینجا دوگانه ها تیار کرده استادن، چخلی که در بالا قید کردن، این یکی از خوراک‌های قدیمی می باشد، قدیمی ملی ما می باشد. چنگالی اساساً برای بیشتر در فصل زمستان استفاده می شد، چون که فصل زمستان فصل سرما است. برای مردم دلگرم شدن و قوت شدن البته از چنگالی استفاده می بردن. پیش وقتها این گویا که هر وقتی که مادران ما نان میپختن حتما همین چنگالیشان با همراهی خودشان بودن. اگر چنده که در زمستان مسکه تازه چیم که نبود، مسکره در وقتی چه روغنش تیار میکردن، میگرفتن روغن مسکره در وقتی بهار، وقتی که مثلا شیر و قیماق و جرقات که همین مسکه که بسیار میشید، و وقتی بعد روغن همین زرد که استفاده میبردن، از همین روغن زرد بیشتر استفاده میبردن برای تیار کردن چنگالی. چنگالی را اساساً ما سفیدا به نهایت دوست می‌دارن، کمپیرکو دوست می‌دارن. خوراک به نهایت ملایم میباشد و برای سلامتی انسان منفعت بخش میباشد، فایده آور میباشد. انکو مردم ما همیشه در حرکت هستند که اون توهای ملی که در همین ما موجود هستند کوشش میکنن که به همین نوع عروسکان و دخترکای جوان آن را بیاموزند تا اینکه در آینده همین خوراک ها از بین نرود و همین رسم تاجیکی هرگز فراموش نشود.
واقعا در تجلیل جشن نوروز به نمایش گذاشتن هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب و به بر نمودن پیراهن ملی از جانب گلدختران و زنان و بانوان، گلگردانی و بیتبرک از یک جهت مکان بزمگاه را زیب و زینتی تازه بخشد، از لحاظ دیگر آن نشانه احترام به تاریخ و فرهنگ و مدنیت والای گذشتگان را بازگو می باشد. ملت تمدن‌آفر تاجیک با اهل بشر چنین یک عید زیبا، عید نوروز را از دید علمی اساسناک شده پیشنهاد کرده است و فرقیت این عید نوروز ما از عیدهای دیگر عالمیان هم در همین است که خردمندان اهل علم و ادب این ملت با دقیق ترین حسابات، با دقیق ترین آزمایش ها این عید را به عالمیان هدیه نمودند و البته این عید راستین، عید اول آغاز سال نو، آغاز سال نو بهاری است. همه جا انجمن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. یعنی همه عالم پارسیگویان دنیا از جمله تاجیکستان عزیز ما وطن نوروز است و این پیشنهاد و این بین المللی شدن این نوروز این باعث افتخار همه تاجیکستانی و همه اهل بشر شده میتواند. ولی یک نشانش یا نگین این نوروز این همین هنرهای مردمی ملت تاجیک است. با همه گویم که هنرهای مردمیش، با چکنش، با سنتهای ملیش، با مواد خوراکی خیلی زیادی خیلی زیباش که عالمیان رو به حیرت می‌آورد، این عید ملی ماست. ترنمگر و نشان دهنده معرفیگری فرهنگ عالی ملت تمدن آفر تاجیک است که به عالمیان این عید بزرگ را هدیه کرده. آره، جشن نوروز بین المللی یکی از مراسم های سنتی مردم تاجیک به حساب رفته. تجسمگری نیکی و نکوکاری، خرمی و خوشحالی، شادمانی و نشاط و سعادت و پیروزی بوده. فرهنگ عالم شمول مردم تاجیک را توسط آیین‌های خود مشهوری عالم گردانیده است. یکی از رسم و آیین دیگری نوروزی این برپا نمودن بازی‌های ورزشی از جمله گشتینگیری میباشد که در این روز مردم جمع آمده هنرنمایی پهلوانان را مخلصی مینمایند. چون پهلوانی نیز میراث اجدادی بوده، نشانه جسارت و متانت خلق تاجیک به شمار می‌رود. سر تو سر کشور عزیز ما رو جشن نوروزی فرا گرفته ایستاده است و تمام مردم شریف تاجیکستان با یک شهامت، با یک زیبایی، با یک خرسندی به نهایت زیاد این جشن را جشن گرفته ایستادند. باید قید نمود که در سالهای آخر جشن نوروز از جانب تاجیکستان مخصوصاً پیشوای معظم ملت ما بین المللی اعلان کرده شد و باعث خرسندی هم است که در سرتاسر جهان جشن نوروز ما را تمام ملت‌های جهان جشن میگیرند که این باعث افتخار ما شهروندان تاجیکستان است. آیین‌هایی که در نوروز جشن گرفته می شود به‌واسطه این خاص مردم تاجیک است، زیرا که بازی‌های ورزشی از جمله گوشتینگیری، بزکشی به‌واسطه دلالت به آن می‌کند که مردم تاجیک در گذشته نیز همین رسم و رسوم‌ها را داشت و امروز نیز این رسم و رسوم‌ها در میان مردم ما زنده است و با یک شکوه و شهامت قید کرده می‌شود. نوروز شد و رو به گلستان دارم ای صدقی سور مغال پیمان دارم اگرچه مردم دهات مکان برگزاری جشن نوروزی را در منظره های زیبا و دشت و دمن برپا نمایند، کارمندان اداره و مؤسسه، تشکیلات و کارخانه ها نیز آن را با شکوه و شهامت خاصه جشن میگیرند. طوری گفتیم تجلیل نوروز خجسته در هر یک موضع و مکان از بزرگی و حشمت شهادت میدهد. در این روز برپا نمودن نمایش دستاوردها، عنعنه‌های نکوی نوروزی، برنامه‌های فرهنگی عبارت از ترانه و رقص و سرود، تنتنه‌های ادانه را باز هم رنگین تر می‌نمایند. هر سال همین خیلی خلق با دست دل گرم با جمع آمده این
ایدی فرخنده تاجیکی رو با سمت بلند میگذرانند. دخترکا ششتا تمامای بالازت ملی تاجیکی رو برپا نمودستان. بچه ها گوشتین گرفته استان دیگه نمودی موسیقیدان در صحرا سبزها استراحت کردستان. این نشان میدهد که ملت تاجیک کهن ملت است. این ایده های با شکوه تاجیکی رو فراموش نکردن، باز هم دوام داده ایستادن. در آینده این نسل نورس آینده از اینا یاد میگیرن، این ایده ها رو ادامه میدن. ملت سربلند تاجیک جشن نوروز را طول 100 ساله ها به مانند زبان مادری حفظ نموده در زمان نوین آن را جزء ترکیبی هویت ملی و مایه سربلندی معنوی خود می‌دانند. از این رو در تاجیکستان صاحب استقلال نوروز به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافته سال از سال شکوه و جلال بیشتر می‌گیرد. می‌توان گفت ملت سربلند تاجیک جشن نوروز را طول 100 ساله ها به مانند زبان مادری حفظ نموده در زمان نوین آن را جزء ترکیبی هویت ملی و مایه سربلندی معنوی خود می‌داند. از این رو در تاجیکستان صاحب استقلال نوروز به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافته سال از سال شکوه و جلال بیشتر می‌گیرد.